برادر چی گفت؟ دنبال یک مرد همین طرف گریخ ندیدی؟ نه کسی رو ندیدم. آن به ناموس با عروسی من گل دادنی بود. مالش خیر. خدایا توبه. اینجا برا هی تلخم رو کفوندی که هست؟ تب کن. باز چی هیله کردی؟ به خدا برادر هیچ کار نکردم. فاتحه شده دختر بوده است. چی؟ ها با دختر گل دادم. فاتحه شدهش برآمد. مرا سور کرد. قسم میخورم که با دختر خوب راه گرفتیم. یگان مشکلی نیست. گل رو گرفته به نزدش رفتم. به انگشتش نگریستم، انگشتری نبود. به خدا قسم که انگشتری نبود. خاموش شو. ای برادر نمیدونیستم مدام که فاتحه شده است میمونه انگشترین چه باندوزه. دمتا گیر. گویا ما نمیدونم که تو با انگشترین وای دختر یا که با دیگر جایش نظر کردی ها. با انگشترین نظر کردم میگوید خواهرم رو با تو امانت کردم. تو رفته از پشت فاتح شده دیگران میگردی. تو چه خیل آدم هستی؟ ای توبه کردم خدایا چه خیل گشتم. تو چی میگویی برادر؟ اگر میدونستم که عروسی او است با او گل تقدیم میکردم. شوکت با من سفسطه نگو مالش. سفسطه نگو برادر. گوش کن شوکت. اگر آن سمیر رو در نزد خواهرم بینم او رو زیر زمین میکنم. تو را باشد از گوشهایت کشال میکنم. دانسته باش. برادر تو در این باره خواطر نشو. این کار به عهده من است. به نزد سمیر رفته گفتم با بیتون نزدیک نشو. او باشد ترسید گفت میل. ای ابله ترساند از گویا. من مگر تو رو نمیدانم. ای گوش کن. تو برگشتی رفته بودی گفتی میرم مگر نرفتی؟ نرفتم. این حال رفتن نمیتوانم. ای برادر عزیز من. ای